مثل همیشگی در میدانچه ورزشی نوعی مسچو که ما با دستای گوناگون کشور بازی می‌کنیم در لیگ یکم. برای شما نوار می‌رم وقتی بازی ها را من خیلی دوست دارید نمکت دسته ما مسچو با میدان برام بسازم مخلصی باید خانه اونها رو پیشواز گرفتیستن که امیدوار هستم که در این بازی هسته نوعی مسچو جای خوب را اشغال میکند پیروزی را به دست میارد تا اینکه ما نیز از تماشای این بازی لذت بریم دوستان. چون همیشه گیم نست باید مهاری تو کی مرز وفا بود کناری تو زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی Ja, maar niet bij je. دوستو هوادارای کنه مثل دستگیره دوگو باشه دوستو برای دسته آوازدار ما مسچو تو اینکه در این بازی پیروز گردید دوستو. منم بعد شما بازی رو افیر سر میدم اگرچه صفتی نواری ما بیزه بم باشد به هر حال موافق درخواست مخلصای ما که گفتن التماس افیر کنه به همون خاطر برای شما افیر کردیم. من موهری سرای کمر دوستان این دسته موهری سرای کمر عکسای خاطرمون در این بازی رو گرفته ایستادن. هر دو دسته به هر دسته موفقیت رو خواهان هستیم دوستان. بگذار غالب این بازی پیروز باید دوستان. تاجیکستان السلام علیکم رحمت برای افیر کو زنده باشید. یکم لایک در خودی که ارکوس زنده باشید. انا همین خیلی چوت که افیر کنید اول تا آخر دوگو باشه دوستو برای دسته دیارمو مسچو لایک پخش کنید بچه. البته لایک نیست 6 نفر علاقه ما بیننده داریم. با یار دوستاتون پدیدی سکنید نوار تو اینکه دیگران نیز از رفتی بازی ما با خبر شوند دوستو. من مصلحت کردم بازیگرای دسته و هر دو دسته موفقیت رو خواهان هستیم. التماس از صدای بازی از صفت نوار برای ما خبر دهید و همه کسا مسچو با پیش نویسید تو اینکه یک دستگیری شود برای دسته ما دوستان. حتما نویسید یکتگی سری کمر دیگه کمانده هست که در پشتاشو هم خیلی نویسید یکوز تو از بخشیش من در نظرم سری کمر تفت است موهر بود است بخشیش زیاد در دوری چشم یک کمی خیره بود گمان کردم که
اس کمر نویسه اکاز نویسه و اف کا موهر نویسه بیاد دوستو بخشی زیاد بهترین افیر من راهبری فن کلوب دسته ماسچو اکوی وفاجون عثمانو زنده باشن تحت رقم 11 اقبال یکی از بهترین بازیگرهای این دسته ماسچو تحت رقم 13 اوراس تحت رقم 10 دلشد 24 روزی همین نامه برای من خیلی مشکلی هستن در فراموش میکنم. تحت رقم 24 امید تحت رقم 14 مسیح اولین هجومی دسته موهر در نزدیک دروازه مسجد بهترین دستگیری را فراموش نکنید دوستو برای مخلصی کردن. امیدوار هستم که بازی خوب میگذره. دوستو لایک رو هم زنید تا اینکه بیننده ما زیاد گردد دوستو. بهترین ایفیر کم در نزدیکش کنید چون هر وقت که فوکس رو که کامرا دور و نزدیک میگیره همان قدر صفت افیر از بین میره دوستو. سعید خوجا سلام مردم ماسچو از سوری مورمنسک زنده باشید. هیچی نه. بهترین تو borras بهترین هجوم را کرده دستی وزودار و به نتیجه امیدوار هستم یکی از این هجوم هاش به گل مبادل شده مخلصا رو خرسند کند و این دسته را پیش ببرد چون در جدول نمیدونم در کدام زینه قرار دارد. کسانی که دونن که در کدام زینه قرار دارد دسته مسجد البته نویسه در کامنتار دیگر ها نیست آگاه شوم. بازی نوکک آغاز یافتگی است و حساب برابر 0-0. بهترین 9 نفر لایک زنید تو اینکه دیگران نیز خبردار شوند چون تو لایک نزنید ویدیو مو برای ریکامنداسیون نمیره. لایک زنید. لایک دو بار در اکران پخش کنید لایک میشد. ببینید که بیننده زیاد هر چقدر بیننده زیاد شود هم قدر برای مو یک باعث خوشحالی چون دل پر میگن که انا مخلصات تماشا کردن بازی ما را
از افیر اما خرسم میشیم چون هرچی است که خولی گاز کردم اینجا اومدیم که برای شما افیر کنیم دوستو و کسانی که میفرمایید دستگیری کنن کانال ما را میتونید دستگیری کنید دستگیری مولی در 10 جا هستیم تو آخر موسم 7-8 میفریم انشالله در جای 10 هستیم بهترین مخلصو همه عاشقی گلای دسته مخشو هستن که دستشون هم گل زنده مردم با یک سر و صدا با دسته را دستگیری کنن که هر چقدر که دود و فریاد زیاد شود اما قدر دسته میبیند که یک الهامی تازه میگیرد برای بازی دوستان عزیزی ما. کدامی از بازیگرای دسته ماهر تحت رقم 15 جراحت برداشته است رو در برین او رو میبینیم. گاری خفناک در نزدیک دروازه فیلماسیون البته وقتی کار از حاضر و اما خاطر بود بیننده و کم چون اگر بیگانی باشد بیننده ما خیلی زیاد میشود چون که بعد از کار مردم کار کردیست هست اون وقت وزیر تماشا ندارد Balajeni Negri ضربه رو با بازی مسه اونو آیا تلفن بهترین ضربه ناعمیقی سفر یک کم اشتاب زدگی کرد سفر ضربه را ناعمیق به سمت دروازه روان کرد و به نتیجه دوستو گفتم که امیدوار هستم که در یکی از همین خیلی هجوم‌هایش هم خیلی گل میزنه مردم خود سهم میکند توپ از میدان خارج شد. اطفالات دوستان لایک رو زنید. مردم نظر برای لایک زنید. نه برای چی نظر میورن؟ یک دو بار در اکران یک بار دو بار پخش کنن لایک خودش اتوماتیکی میشه دوستان. کمی اشتباه زدگی همه کسا همین اکوم پادگیرشکا کنید. بسیار انسان مهربان خوب هستند، نوارهای ویدیو خوب میکنن برای مردم مسیح زنده باشید دوستان. رحمت برای سخنی خوبتون دوستی عزیزم. سید خوجا
السفار برضو رحیم سنگین را تا کمی دورتر کردیم کامera را Macho svet na padeli. ضربه کنجی اوی قریب بود که وراتر به خطوگی روح دیاد ای بچه کی باشده اکه وفا 12 کیا 12 انا بخير شعبوز است اوم شعبوز خمروش صدای کو همه جا پیش باید برفته.
ملادس حرکت میبره. لایک زنید سو 17 نفر تماشابین است. لایک نیست دوستان. 10 نفر دیگه چرا لایک نمیزنه؟ مشقت است برای شما دو بار داره اکرام پخش کنید. دو بار پای هم پخش کنید تا لایک میشه. بسر فرمای سفید دسته مسجو است و بسر فرمای کبود و شورتی های سیاه رنگ دسته ماهر. ضربه کنجی دسته مسجو. یوردم چیش نیست. پشت سر محمد رجب چوب سمکه داره و هیجان دوده شدم. روز سیگاب مومنت گلی بودو
اوشم بدرنی بازیش نه با کامر چون افتوبی است کامر ما در سال بیزه میتوه ضربه کنجی دسته موهر با دیگه بوزیر نشون دیم توریگون جای دیگر نشون داده ایست دیگه بخش میپرسم چون توریک است در جای افتوبی است دیگه هستم خدا میدان داخلش این نزدیکی و در کامری من نقض میتوه لایک زنید تو 20 نفر 8 لایک 12 لایک دیگه کدوم نزدید دوستو وقتی اتاک درستی هم که و گفته هم که با هیجان داده میشه ضربه کنجی دسته موهر دیم تاین دیگر طرف میدان روید اتکوی مسچو بینیم اما امیدی ما به نظرم به همین اقبال ماندگی است انا برضو انا مخي
خراجین هم باشه اینم یک بهبودی روخت چندین تلاشه پای در پای میشد انشالله. امیدوار هستم که در این بازی دسته مشا پیروز می آید. در همین میدان ترنرفت میکنه دکو. سوال دکتر با پیشبرد من برابر دسته چیزی را یه دو لیست است. Брате, давайте поддержим вместе наши братья Масчова Пеш. Бале, Суамад навизяти комментера Масчова Пеш гуфта? Акул лайк намунде.
او داو و هستا полузащитника. اولین کارت زرد رو در این بازی برای دسته سر ماهر تحت رقم 17 نشون داده است. حساب بازی تو هاز 0 بر 0 نه که 0 بر 0 است. 0 با گمانم کدومی هست همین رقم 19 9 خیلی نشناختم چون راستی هم صبح بازی صفر بر صفر از دوستو این زمان ولی صبح تغییر نیافته است. بهترین زشتی که دستم و مسه به نظرم جراحت برداشتگی است. تقریبا 40 دقیقه است بازی هم قریب که به آخر است. حتی در این استادیوم مینوسه همین که تابلوی بازی ها نیست در این میدان. باش چیزی ها بگم به شما لغلدی
او دوای ماسه شب و سالخین است. سهر سالخین. وزر سوزون. گم نیست که حرکت می‌کنم من خسته نمی‌کنم چون شورم من فهمید من در کدوم حالت شدیم اینم اینجا اشتگی هستم که نکنیم خوهم اینجا گردش خونهشون گندست شده من تو دو تایم بازیم خیلی نشسته دارم اینجا سیوم که میرم ولی اگر با تقاو پیش میکنم با ستون میریم و اون با همین خیلی نوار میکنم شکر کنید خدا خیلی منم خستم این نیست که برای شما نوار بیزی کنم هسته محل خیلی دقلانه بازی کرده ایستاده است Damaz Nexi. زنده باشید اکو رحیم سنگین و جلال سلام گه کیا جلال در اینجا جلال بس یار نمیشناسم جلال کی باشه با تو دل شد سفر چپ جام گفت شیرا شام شدن اخوی دلدار یکی از من دورتر هستن Bardo! Ana motor Bardo. Ana Bardo! Ana motor Bardo. Ana motor. Ya vardı
بوکی بود بوکندستی موهر نمیدونم که کدام نوحیه است الو این طرف های دوشنبه هست در فوتبال هم کننده چی نشده نوحه یاوان بود است صبح 0-0 صفر بر صفر است این زمان تقریبا وقت اساسی بازی به انجام رسیدگی است. در فیلمو تقریبا 46 دقیقه شده. وقت عدو نشه الو تو دو باقی شنو مت بخشی 47 منوت چون ویم بود یا چیزش میگود عکسای خاطرمون و گیم نمود همون حساب با هستن برای نوحه مسجد در اون طرف میدان چون از منطقه ازبکستان است و میدان ممکن است در آمدنی و در بیرون میسته با اینا گویم یک مومنت شروع رو نتوانستن گل زدن 3 نفره خطاگیر بینم باور کنید گنده خطا کردن در دو نزدیک 16 متر دسته مسچو امجا جلال کی باشه؟ جلال کیا شما جلال نستید که؟ جلال رسیدم نمیدونم کیا 20 بار یک از کامنتر میاد جلال سلام گوید از دنگره نمیدونم کی باشد امیده اون تش باشد دیگه
راستی هم نشناختم جلالی گفتگی شما را. دو دقیقه گویم دو دقیقه در پانی تلنی دوست سوریا برای بازی رحیم سنگین و راست گفت جلال گفتگی شما رو نیفتیم چون از طرف دستی راست هم پرسان شدم هیچ کس جواب نداد دوستان. یونس نبیره دکتر غیورف در این بازی خیلی کارنامه‌ای خوب نشون میدن. اکو دودر مسیح همراه اوراس تحت رقم 13 و 14 باشه. بعد دوستا بخش دوم بازی را هم خدا خواهد بعد از چند دقیقه آغاز میکنیم. حتما در آمادت مشاهده بخش دوم بازی را چون الکی دقیقه آخری بازی موندگی است. یکم تایم با شما خداحافظی میکنم. خب به هر دسته در بخش دویم بازی موفقیت ها را خواهان هستم. خدای او را مددگار تا بخش دویمی بازی.